سلام، یه سلام گرم به خوشگلای خاله و به خوشتیپای خاله. امیدوارم. سلام، من میکا هستم، 13 ساله. من یه نوجوان مسیحی هستم. برای اینکه بتونم در حضور خدا رشد بکنم، هر هفته میرم در لایو کلیسای کوچک من شرکت میکنم. چیزایی که به ما در کلیسای کوچک من یاد میدم و تو زندگیم خودم عملی میکنم و اون از اون چیزایی که اشتباه انجام میدم درس یاد میگیرم. من ویولون نواختن بلد هستم. هر هفته تو لایو کلیسای کوچک من سرود پرستشی اجرا میکنم و با بچه‌های دیگه خدا رو میپرستیم. مرسی برای اینکه این برنامه رو حمایت میکنین که از این برنامه ما لذت ببریم و برکت بگیریم که در آینده ما هم بتونیم خادم خدا بشیم. درود میگم به کلیسای کوچک من و تمام کارکنان کلیسای کوچک من. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. میخواستم در مورد کلیسای کوچک من یکم صحبت کنم. من کلیسای کوچک من خیلی دوست دارم چون که هر هفته من میبینم چقدر اونا زحمت میکشن، برای ما کوشش میکنن و خیلی فایده ها برای ما داشت. و اینکه مثلا هر موضوعی که دارن ربط داره در مورد کتاب مقدس و این ما رو چجوری میگم، ما بهمون یک حسی میده که باید کتاب مقدس رو بیشتر بخونیم، بیشتر بفهمیم. مثلا توی مسابقه ها سوالاتی میپرسن که بچه ها وقتی که حتی نتونن دفعه اول سوال جواب بدن میگن دفعه بعد من حتما در کتاب مقدس رو بیشتر میخونم تا اطلاعاتم بیشتر شه و همینم در مورد من همینجوری شد و این به ما خیلی کمک میکنه برای کتاب مقدس خوندن، اطلاعات بیشتر گرفتن، خیلی یاد بگیریم در مورد محبت، بخشایش، فروتنی، خیلی چیزا. و واقعا یک کانالی هست که من خیلی دوست دارم و میبینم چقدر کارکنان کلیسای کوچک من برای ما زحمت میکشن، چقدر برای ما کار میکنن و اینکه هممون رو به یه اندازه دوست دارن، هممون رو به یه چشم میبینن، با هممون خیلی مهربونن